روزگاری خواهد آمد همچون درنده خطرناک حمله ور می شود و باطل پس از مدتها سکوت نعره می کشد. مردم در شکستن قوانین خدا دست در دست هم می گذارند و در جدا شدن از دین متحد می گردند. و چون چنین روزگاری می رسد فرزند با پدر دشمنی ورزد، پست فطرتان همه جا را پر می کنند. مردمان زمان همچون گرگان و سلاطین آنها همچون درندگان و تهیدستان طعمه آنان و مستمندان چونان مردگان خواهند بود. مردم به گناه افتخار می کنند و از پاک دامنی تعجب می کنند و اسلام را چون پوستینی واژگونه می پوشند.